ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷампур. гуфтори 27. асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат китоби арзишманди дорои хусусияти энциклопедӣ буда аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад. این نهضتی برازنده نیاکان شرفمند ما در تاریخ با نام شعوبیه معروف است. پیروان شعوبیه اکثراً روشنفکران و پرچمبرداران ادب و فرهنگ ایران زمین بودند که با تلاش‌های میهن پرستانه و ملت دوستانه خویش پس از دوران اصطلاح مرحله جدیدی را در راه احیای معنوی گذشتگان با ننگ و ناموس ما آغاز نهادند. ذکر این مطلب هم مهم است که دین مبین اسلام هرچند غایه برابری همه خلق و قومیت‌های مسلمان را ترغیب و تشویق می‌نمود، باز هم اعراب متعصب در عهد امویان خود را از دیگران بالا می‌گرفتند و به مردمان دیگر از جمله به ایرانیان همچون به موالی و بنده مناسبت داشته در این بابت کتاب‌های چند نیز تعریف نمودند. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه، کتاب ابن قتیبه جبری فی تفضیل العرب علی العجم، در برتری عرب بر عجم را زیر تازیانه شدیدی تنقید کشیده، بی اساس بودن برتری جویی عرب را نسبت به مردمی ایرانی تبار با دلیل و برهان قاطع علمی به اثبات رسانیده است. نهضت شعوبیه در برابر همین برتری جویی عرب در عصرهای اولی گستریش اسلام در خراسان و ماوراء النهر به میدان آمد که برعکس افضلیت عجم را بر عرب تاکید می نمود. به نظر چنین می رسد که بیشتری خانواده های ایرانی اصلی که در این عهد فرمان روا بودند آشکار و نهان از نهضت شعوبیه جانبداری کرده اصل و نسب خود را به پادشاهان ایرانی باستان پیوند دادند. از جمله سامانیان هرچند خود را ظاهراً از تابعان خلافت عرب می‌خواندند، در باطن جانبدار این نهضت بوده نسب خود را به یکی از سروران بزرگ عهد ساسانیان بهرام چوبینه، خوارزمشاهیان آل عراق به کیخسرو، پسر سیاووش، امیران آل فریغون گوزگانان جزجان به فریدون،
و حاکمان آل سهل که در مرو حکومت داشتند اصل خود را به یزدیگرد می پیوستند. شاید همین نهضت شعوبیه با افتخار از اصالت ایرانی و هویت ملی بود که شاهان و امیران خاندانهای موصوف را همواره به ترغیب زبان و ادب تاجیکی فارسی وادار نموده برای به پررگی به زبان تاجیکی فارسی گذشتن زمینه مساعد فراهم می کرد. پیروان شعوبیه شیوه‌های مؤثر و هدفرسی مبارزه به مقابل فشار معنوی عرب‌ها را به کار گرفتند. گروهی از آنها که اکثراً شاعران و نویسندگان عربی زبان ایرانی نژاد بودند، در آثار خود گذشته پر افتخار و سنت‌های تمدن باستانی عجم را مورد مدح و ستایش قرار داده به این وسیله با ورود مهمترین عنصرهای فرهنگ و تمدن تا اسلامی فارس و تاجیک به ادبیات عربی مسلمانی قرنهای نخست اسلامی مساعدت کردند. در میان این دسته از پیروان شعوبیه اسماعیل ابن یسار وفاتش سال 815 بشار ابن برد 714 783 ابو نواس 756 815 ابان ابن عبدالحمید لاحقی وفاتش 815 سهل ابن هارونی دشت میشانی 758 830 علانی شعوبی آخر عصر هشتم نیمه اولی عصر نهم سید ابن حمید بختکان وفاتش 854 و چند نفری دیگر را باید ذکر کرد که در اشعار خود از اصل سغدی و تخارستانی و نژاد ایرانی خود افتخار و عناصر فرهنگ و تمدن گذشتگان خود را ستایش کردند. رجوع به گذشته پرشکوه و یادآوری از واقعات خاطرنوازی تاریخ ایران زمین، مقابله و مقایسه دستاوردهای معنوی عجم با تمدن ساده و خشین عربهای بادیه نشین که مهمترین موضوعات آثار پیروان شعوبیه محسوب می شدند. به نوشته های آنها روحی باریزی میهن پرستی و عجمگرایی القا می کردند و فرزندان بیدار دیل ایران زمین را در جاده مبارزه بحری رستگاری معنوی عجم نیرو و توان می بخشیدند. زبان به حیث یکی از عنصرهای پایه‌گذار احیای معنوی عجم از دایره نظر و توجه پیروان شعوبیه بیرون نبود، هرچند که شعوبیان به تقاضای شرایط افکاری میهن پرستانه و عقاید ضد خلافتی خود را به زبان عربی پیریزی می کردند. در نوشته هایشان واژه، عباره و جمله های کامل زبان ما را به کار می گرفتند. در کنار این پیروان شعوبیه به آثار خود نامهای قهرمانان اسطوروی و تاریخی عجم، پادشاهان و وزیران و حکیمان ایران زمین، شهرها و نواحی این سرزمینی گسترده را به طور فراوان وارد می کردند.
در نتیجه در شعر عربی زبانی عصرهای نخست اسلامی، خاصتاً در ایجادیات ابو نواس، بشار ابن برد، ابو یعقوب خریمی، سهل ابن هارون، اسحاق موصلی، اسود ابن ابو کریمه و دیگران، استفاده عناصر زبان فارسی دری و معنی‌های برگرفته از ادب و فرهنگ تا اسلامی فارس و تاجیک رواج پیدا کردند. علامه عرب جاهز در البیان و تبیین نمونه از این قبیل اشعاری مملو با واژگان فارسی دری را ذکر کرده، بر رسم معمول تبدیل یافتن این پدیده را در شعر آن دوران تأکید کرده است. دانشمندان بعدی این گونه اشعار را با عنوان فارسیات نامزد کردند. در سرودن فارسیات یکی از مشهورترین شاعران عربی زبان ایرانی نژاد ابو نواس اهوازی دستی تمام داشت. در اغلب فارسیات او بار معنی را واژه و ترکیب‌های فارسی کشیده اند و هدف از سرودن آنها نیز کاربستی عنصرهای لغوی تاجیکی در قالب شعر عربی است. به شمار اهل تحقیق ابو نواس در اشعار خویش بیش از 300 واژه و ترکیب فارسی را استفاده کرده است که این امر بیگمان از نماینده پرقدرت فرهنگ ایرانی در شعر عربی بودن او درک می دهد. استفاده انبوهی واژه و ترکیب‌های زبان ما در شعر ابو نواس و شاعران دیگری قرن‌های نخست اسلام از نخستین کوشش‌های موفق در جاده رسمیت ادبی کسب کردن زبان فارسی دری محسوب می شود. با وارد کردن عنصرهای لغوی تاجیکی فارسی به شعر عربی، شاعران شعوبی مسلک نخستین زمینه‌های به حیث زبان شعر شناخته شدن زبان ما را فراهم آوردند. به شرافت تلاش‌های پیروان نهضت شعوبیه، زبان تاجیکی در برابر دستاوردهای دیگری معنوی مردم ایران زمین از قبیل اصل و تبار، تاریخ، رسم و رسوم و آیین و سنت‌های فرهنگی عجم در جامعه اسلامی از جمله در ادبیات عربی مسلمانی قرن‌های 8 و 9 اعتباری رسمی کسب کرده، توانست که با زبان و نسب و فرهنگ عربی آن دوران هماوردی کند. از این رو قرن‌های نخست اسلامی را برای زبان ما میتوان چون مرحله کسب مشروعیت ادبی تعیین کرد که آن در دوره صفاریان و سامانیان کاملا جامه عمل پوشید. زیر فصل سیوم، زبان مادری ما در عهد طاهریان. پوشیدن است که گذشتگان ما خراسانیان و فرارودیان سرفراز با سروری ابو مسلم خراسانی خلافت امویان را سرنگون کردند
و سلاله عباسیان را به سر قدرت آوردند. برای خلیفه دوم عباسی منصور خلافتش سالهای 754 775 و پاداش این همه نیکی به خراسانیان و فرارودیان چندان نظری نیک نداشت. و سال 754 ابو مسلم را با مکر و فریب به کوفه دعوت کرده به قتل رساند. یا نویسنده و مترجم معروف آثار فارسی میانه به عربی ابن مقفع را کشت. اما با وجود این خلافت عباسیان از نگاه ساخت اداری و تشکیل نظام دولتداری و دولت‌های قدیم ایرانی اصل به خصوص دولت ساسانیان که بعد شکست لشکر ساسانی در قادسیه و کشته شدن آخرین پادشاه این خانواده یزدگرد سیوم در مرو از هم فرو ریخت شباهت داشت. برمکیان و دیگر خانواده های ایرانی اصل که در دربار عباسیان صاحب مقام و صاحب وظیفه بودند، در این دربار تا اندازه شکوه و تجمل دربار شاهان قدیم ایران زمین را احیا نمودند. با سعی و کوشش این طایفه فرهنگ پرور در دربار پیوسته مجلس و محفل‌های بزرگ و با شکوه علمی برگزار می گردید که در آنها تا جای آزادی بیان و اندیشه رعایت می شد. همین آزادی بیان و اندیشه که از خلیفه های عباسی مأمون بیشتر به آن توجه داشت و مادرش هم ایرانی اصل بود، برای رشد علم و فرهنگ در تمام قلمرو خلافت زمینه سازگار فراهم آورد و عالمان و دانشمندان را وادار کرد که از هر کنج و کنار به مرکز خلافت جمع آمده در مباحثه های علمی فعالانه اشتراک نمایند و اندیشه و افکار خود را آزادانه بیان کنند. این همه برشت و رونق علوم دینی و دنیوی در خلافت مساعدت کرد و به ظهور و پیشرفت مذهب و فرقه های مختلف از جمله 4 مذهب اصلی اهل سنت، حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی راه باز نمود. مورخان و محققان از سهم مردم ایرانی اصل در امر تنظیم مکاتبه و دیوان سالاری در خلافت عرب سخن رانده بارها تأکید کردند که این مردم تجربه ساسانیان را در نظام دیوان سالاری در خلافت دوباره احیا نموده در طول 50-60 سال در این جاده به آن موفق گردیدند که حتی در زمینه قانون و قاعده های انشا و آیین نامنگاری به زبان عربی دستورهای مکمل و مفصل تعریف نمایند. در برابر این مخالفت و مقاومت‌های عقلی و فکری میان فرارودیان و خراسانیان که دیگر نمی‌خواستند خلافت عباسی را تحمل نمایند از یک طرف و غدر و غرامت و دشمنی عباسیان با خانواده‌های اصیل ایرانی اصل از جانب دیگر به تشکیل دولت‌های محلی ایرانی نژاد و مثل دولت طاهریان و دولت صفاریان در حدود خلافت
سبب گردید. طاهریان در عهد خلافت عباسیان نخستین سلاله پادشاهان ایرانی نژاد بودند که مستقلیت خود را اعلان کردند و بیشتر از 50 سالهای 820-873 در خراسان و ماوراءالنهر حکمرانی نمودند. بنیادگذار این سلاله طاهر ابن حسین ملقب به ذوالیمینین، تولدش سال 775 وفاتش 822، زاده موضع پوشنگ خراسان نزدیک هرات بود که از بزرگترین یاران و جانبداران خلیفه مأمون محسوب گردیده به او برای رفع برادرش امین از خلافت که بعد از سر پدرشان هارون الرشید به تخت خلافت نشست کمک کرد. اصلاً مأمون در روزگاری والی خراسان بودن و در مرو اقامت کردن خود از اطاعت برادرش امین که خلیفه بغداد بود سرپیچی کرد و خراسانیان را با سروری طاهر ابن حسین که از نزدیکانش بود به جنگ برادر فرستاد. طاهر لشکری امین را شکست داد و خود او را به قتل رساند. بعد از این مأمون به مقام خلافت رفت و به پاداش خدمت طاهر ابن حسین را والی خراسان و همزمان صاحب شرطه بغداد تعیین نمود. طاهر ابن حسین با مقصد تأسیس دولت مستقل در مرزهای خراسان و ماوراءالنهر و تأمین استقلالیت این مرز و بوم تقریباً بعد 1 سال به منصب والی خراسان تعیین شدنش ذکر نام خلیفه را در خطبه نماز جمعه معنی فرمود که این معنای ستیزه‌جویی آشکارا به خلافت و آغاز مستقلیت خراسان را داشت. ولی دیری نگذشته طاهر ابن حسین وفات کرد و به اندیشه بعضی مورخان جاسوسان مأمون به خاطر استقلال جوییش او را زهر داده کشتند. خلیفه مأمون پس از درگذشت طاهر پسر او طلحه ابن طاهر را که گماشته صادق و وفادار خلیفه بود والی خراسان تعیین کرد. طلحه ابن طاهر حکمرانیش سالهای 822-828 که هرگز سر از فرمان خلیفه نمی پیچید، با دستور او شورش بزرگ خارجیان را در سیستان با سروری حمزه ابن عبدالله شاری که همچنین با نامهای حمزه ثانی و حمزه سیجستانی معروف است پخش نمود. طلحه ابن طاهر سال 828 بر اثر بیماری وفات کرد و پسرش علی ابن طلحه به جای او به تخت خراسان نشست، اما جمع بر ضد وی خروج کردند و در نزدیکی نیشاپور او را به قتل رسانیدند. بعد کشته شدن علی ابن طلحه منصب والی خراسان به عمکش عبدالله ابن طاهر، تولدش 798 وفاتش سال 844 رسید. عبدالله ابن طاهر مدت 17 سال حکمرانی کرد و در دربار خلیفه های عباسی مأمون، معتصم و واثق از احترام فراوان برخوردار بود. و دولتداری خود را در پرتو پندنامه مشهور پدرش طاهر ابن حسین که هنگام حاکم بین النهرین بودن او سالهای 821-822 به وی
ارسال کرده او را به خدا ترسی و رعیت پروری و عدالتناکی و حمید خصالی فرا خوانده بود عملی می کرد. قلمرو دولت وی از سیستان در جنوب تا خوارزم در شمال و از ری و تبریستان در غرب تا فرغانه در شرق دامن گسترده بود. دوران حکمرانی عبدالله ابن طاهر اوج استقلالیت دولت طاهریان بود. اندیشه بعضی مورخان و تذکره‌نگاران بعدی مثل دولت شاه سمرقندی که گویا عبدالله ابن طاهر به زبان و ادب تاجیکی فارسی نظری منفی داشت و شرح مفصل تری آن در زیر آورده می شود بحث‌انگیز است. برای این مطلب که بیشتری امیران طاهری داننده خوبی زبان عربی بودند و در کتاب الفهرست ابن ندیم به صفت شاعر و نویسنده عربی زبان وصف شده اند جای شبهه ندارد. پس از فوت عبدالله ابن طاهر در سال 844 خلیفه واثق پسر عبدالله طاهر ابن عبدالله را قایم مقام پدرش دانست. در دوره حکمرانی او هرچند 4 خلیفه عباسی واثق، متوکل، منتصر و مستعین در مقام خلافت همدیگر را عوض کردند، ولی مقام او را به صفت والی خراسان و برادرانش را در منصب صاحب شرطه بغداد برقرار داشتند. طاهر ابن عبدالله سال 862 وفات کرد و پسر او محمد ابن طاهر آخرین نماینده سلاله طاهریان به سر کار آمد و تا سال 873 حکومت راند. سال 873 بنیادگذار دولت صفاریان یعقوب لیثی صفار او را در پایتخت دولت طاهریان شهر نیشاپور در بند اسارت کشید و به دولتداری طاهریان خاتمه گذاشت. محمد ابن طاهر مثل پدر و بابایانش والی عاقل و خردمند نبود و بیشتری وقت خود را صرف شرابخواری و شادی و طرب می کرد. به اندیشه گردیزی در زین الاخبار وی غافل و بی عاقبت بود. سر فرو برد به شراب خوردن و به طرب و شادی مشغول گشتن. همین شراب خواری و کوتاه‌اندیشی او باعث زوال دولت طاهریان شد. شما گفتاری 27 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.